مرکز مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان روز 3 اپریل سال 2024 در یک اظهارات ویژه خبرهای نشر شده درباره بازداشت شهروندان با اتهام قصد انجام حمله تروریستی در روزهای عید نوروز را ناسنجیده و اغواانگیز نامیده رد کرد و گفت این خبرها اساس واقعی ندارند. در اظهارات کمیته امنیت ملی که خبرگزاری رسمی حکومت تاجیکستان خبر نشر کرد چنین گفته می شود بعضی واسطه‌های اخبار عامه به تحریف وضعیت دست زده هر گونه معلومات ناسنجیده و اغواانگیز را اوید به دستگیر نمودن شهروندان در علاقمندی با کوشش انجام دادن عملهای تروریستی در عرفه جشن نوروز پند می سازند. تاکید می نماییم که این خبرها اساس واقعی ندارند. هنوز هفته گذشته چند خبرگزاری از جمله رویترز، آسیا پلوس و ریا نووستی با تکیه به منابع خود در مقامات قدرتی و امنیتی تاجیکستان از بازداشت 9 ساکن وحدت و 6 ساکن دوشنبه با اتهام آمادگی به انجام حمله تروریستی در روزهای عید نوروز خبر دادند. روز 2 اپریل سال 2024 رادیوی آزادی از قبل یک منبع در مقامات قدرتی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش خبر داد که در عموم با گمان آمادگی به انجام حمله تروریستی از جانب ماموران کمیته دولتی امنیت ملی در عرفه عید نوروز حدود 20 نفر از ساکنان شهرهای وحدت، راغون و نورک دستگیر شدند. قبلا یک منبع دیگر به این رسانه گفته بود که در بین دستگیر شدگان نابالغان نیز هستند. قصد گروه این بود است که به جشن اساسی نوروز در شهر دوشنبه حمله کنند. گفته بود منبع اخیر. او افزود که تفتیش پرونده را کمیته دولتی امنیت ملی در هماهنگی با دادستانی کل پیش برده ایستاده است و مفتشان از جمله تلاش دارند که تا کجا با عاملان حمله تالار کروکوسیتی خول در شهر کراسنگورسک روسیه رابطه داشتن دستگیر شدگان را تحقیق کنند. یک روز قبل از این یک منبع ریا نووستی گفته بود تا کنون در مورد ارتباط دستگیر شده ها در تاجیکستان با عاملان حمله خونین روز 22 مارس در کنار شهر مسکو یگان دلیل به دست آمده است، ولی مقامات امنیتی تحقیق این پاولوی قضیه را همان ادامه میدهند. در رابطه به حمله مسکو دست کم 15 نفر دستگیر شدند که دست کم 11 نفرش زادگان تاجیکستان می باشند.